من به شما یک سوال دارم. چرا سوره توبه در قرآن شریف بسم الله ندارد؟ التماس اگر یگان حدیث باشد بگویید. من این سوال چند بار جواب گفتگی هستم که سوره توبه در قرآن به بسم الله آمدگی هست. یعنی هر یک آغاز سوره با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود مگر سوره توبه. سوره توبه این بسم الله الرحمن الرحیم ندارد. سببش در تفسیرها میگوید حضرت عثمان رضی الله عنه گفتند این دوام سوره انفال است، یعنی پیش از سوره توبه سوره انفال است. حضرت عثمان گفتند که با آن سبب بسم الله ندارد که دوام سوره انفال است. و ابن عباس باشد از حضرت علی پرسیدند یا علی چرا سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم ندارد؟ حضرت علی چی گفتند؟ گفتند بسم الله امان است. این سوره باشد از حکم شمشیر سر می شود. از این خاطر در اول این بسم الله آمدگی نیست. یعنی این سوره توبه سوره هست که براءت من الله افتتاح می شود. یعنی خداوند بیزاری می کند از منافقان و از مشرکان. وقتی بیزاری خداوند که از مشرک و از منافق و از کافر و از عهدنامه‌ای که اونها کرده بودند وقتی که شروع شد، از این خاطر یعنی سوره‌ای که همش عذاب الهی است در اول او بسم الله دیگر کتابت نشد. آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندانهای خنک گرفته و این چونین سفید کردن دندانها، این چونین راست کردن دندانهای کج شده، دکتر دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقمهای روی اکران بوده در تماس باشه. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. داروخانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. بفرمایید بر شما یک سوالی دارم. در وقت نماز خواندن التحیات را خوانده تمام میکنند و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله چلیک راستش را میبردارند. این چی معنا دارد و از کدام مذهب است؟ این به ما مختصرا فهمانده دهید. این مذهب ابو حنیفه است. یعنی برداشتن انگشت در حالت التحیات را خواندن این مذهب ما و شماست. مذهب جمیع جمهور است. در مذهب در آمدن برداشتن انگشت هیچ اختلافی نیست. فقط اختلافش بعضی ها مشت میکنند، بعضی ها حرکت میدهند، هر گونه آمده است. لیکن در فقه الاسلام و ادلته که از 4 مذهب گپ میزند نزد من هست این فتوا، میگوید که ابو حنیفه نه مشت میکردن نه حرکت میدادند، بلکه همون پنجه خدا بالای زانو میگذاشتند، اشهد ان لا اله الا الله گفتند، میبرداشتن انگشت و میپرتافتند. یعنی به مشت کردن و به حرکت دادن.
خود ابو حنیفه، حتی در مسند ابو حنیفه هم این آمدگی هست. این حدیث صحیح پیغمبر است. این هیچ کدام ما این کار کردن نمیتوانیم. یعنی کسی میبردارد برداشتن گیرد، کسی نمیبردارد خلل در میبردادگی یعنی پیدا نکند. نگوید که این عملی تو عملی نادرست است، بلکه وقتی این گپ گفتند شما گناهگار میشین، زیرا این سنت پیغمبر است. این چیزی نو نیست، فقط شما نو شنیدید. اینا در کتاب ها درج شدگی هستند. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، به سوال من جواب گویید. کلبسه را خوری نماز را بخوانید درست است؟ اگر حلال باشد درست است، اگر حرام باشد نماز تو چی هست؟ در نزد خداوند نمازی هست که هیچ ثواب در او وجود ندارد. امروز حسیب ها برآمده است، همون کلبسه ای که میگن همون حسیب است، همون حسیب هایی که برآمده است امروز در همون مقاوه هاشون نویساندگی هست که حلال. مادامی که همون حلال که نویسانده شده است همونها حلال هستند، شما می توانید که از اونها استفاده کنید. و دیگر مقاوه های هستند که از طرف دولت های کانادا آمدگی است، امریکا آمدگی است، از برزیل آمدگی است. انا اونها در مقاوه شون حلال نویسانده نشده است. از این خاطر اونها را خوردن شما حرام است. وقتی اونها را خوردین شما در نزد خداوند حرامخور به حساب می روین، گناهگار میشین، در عبادتاتون البته خلل پیدا میشه. چگونه که حضرت مولوی میگوید تا ای صوفی که در بر میکنی دلق کنه ول احتیاط از پاکی حلق. اگر حلقی کسی آلوده باشد کجا در معرفت پالوده باشد؟ اگر کسی که حرامخور باشد، کسی که حلقی او از حلال خالی نباشد، وای خدا را چگونه میشناسد؟ در دل وای محبت خدا و ترس خدا جایگیر نمی شود، در شکم به که وای لقمه حرام میخورد. همه وقت شما از این خوراکی ها با احتیاط باشین. وقتی میخرین نگاه کنین که در حلال نویسانده شده باشد، مرحمت برای شما حلال، حرام باشد نخرید که گناهگار میشه. اینجا یک برادر شعر نویسانده است در باب زن و از ما التماس کردن که در موضوع زن داخل کنید. ان شاء الله اگر بینیم که علاجش باشد جوگیر میکنیم. السلام علیکم داملای محترم، از شما خواهش میکنم که به سوال من جواب گردانید. با کرته آستین کلته یا اینکه فوتبالکه نماز خواندن درست است؟ یعنی اگر کرته که آستین نداشته باشد یا فوتبالکه باشد، نزد مذهب ابو حنیفه کراهیت دارد. یعنی با آستین کلته نماز خواندن کراهیت آمدگی هست. حتی در حدیث های عایشه صدیقه روایت میکند، یعنی کان کم رسول الله صلی الله علیه و سلم الی الرسل. این حدیث هم آمده است که بود آستین پیغمبر خدا تا بند دستش، یعنی تا بند دست آستین پیغمبر خدا پوشیده بوده است. یعنی آستین کلته هم پیغمبر خدا داشتند. یعنی اگرچه نزد مذهب ابو حنیفه کراهیت داشته باشد، نزد مذهب جمهور باک ندارد. از این خاطر یعنی با کراهیت نماز شما درست می شود. کراهیت معنای او را ندارد که نماز شما فاسد شد، بلکه معنای این را دارد که از ثواب او کم می شود. از این خاطر مادامی که اگر ضرورت باشد باک ندارد، لیکن بی ضرورت باشد کرته های آستین کلته داشته باشین، از اختلاف و گپ زیاد پیدا شدن همون کرته آستین دراز پوش نمازتان خوانید. لیکن ضرورت باشد باک ندارد. السلام علیکم داملای محترم، سلامتی شما را از درگاه الهی طلبگارم و چنین خواهش دارم که 2 مصرع رباعی خواجه حافظ را تحلیل می کردید. من طفلم و بیگناه مرا می سوزند، ای وای به تو که پیری و پرگناهی. یعنی من طفلم و بیگناه مرا می سوزند. شاید ازت در اینجا خودش یادآوری کرده باشد که من مثال اینقدر از غلط و از عصیان چقدر احتراز میکنم، یعنی چقدر پاکیزه هستم، چقدر ترس خدا دارم، باز بازم این چیکار میکنم، باز از خدا میترسم که شاید که همین پرهیز من، تقوای من در نزد خداوند قبول نشده باشد.
لیکن وای بر حال تو که تو پیر هستی و باز از خدا نمیترسی. یعنی پیر شاید که همه مردم در نظر داشته باشد، شاید که ای مردم شما اینقدر آلوده عصیان هستین، اینقدر گناه میکنین میگردین، وای به حال شما که جزای شما در نزد خدا چی باشد. باز دیگر معناها هم دارد، لیکن همینش فکر میکنم کفایت کننده است. اگر لازم باشد مرحمت بیو، من اونقدر تحلیل شعر پره تحلیل کردن نمیتوانم. داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم که سوال مرا با پررگی جواب گردانید. بر من گفتند که نامت را عوض کن، این نام تو خوب نیست، نام تو جمشید است. داملا چی گفتنی هستی؟ من نامم را عوض کنم یعنی میفهم؟ عوض کنید. جمشید کسی هست که 400 سال پادشاهی کردن، دعوای خدایی کردن و کافر بود. انسان مسلمان باید نامش به نام کافر مانند نباشد. از این خاطر بهترین صورتش پیغمبر گفت است نام مرد یا عبدالله باشد یا عبدالرحمن باشد. از همین نامها بهترینش اختیار کنین، برای شما پسند است. شرط نیست که در حجت ها تغییر دهین. باز برای شما میگویم اعلان کن که نام من عبدالرحمن است، فردای قیامت خداوند با همین نام تو را صدا میدهد. جمشید کافر بود. پیغمبر خدا وقتی که مبعوث به پیغمبری شدن، زمان آمدن صحابه ها نامهای دیگرگون داشتند. همون کسانی که مسلمان می شدن نامهای اونها چی نامهای قبیح بود، همون تغییر داد پیغمبر، تمام نامها را عوض کرد. السلام علیکم داملای شیرین زبان، اکای حاجی مرزا. من استقامت کننده ناحیه مؤمن آباد می باشم و به شما چنان اعتقاد دارم که کسیته های شما را دسترس نموده گوش میکنم. آیا درست است که سفیدی را یعنی شیر و دوغ را در شام از خانه نمیبرارید؟ اکای حاجی مرزا التماس دارم که من را در این روز سید از تحت دل دعای نیک دهید و شما عمر دراز و موفقیت آرزو دارم. با احترام مخلص دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد. خدای مهربان شما را عمر دراز دهد و اخلاص شما را باز هم زیاده بگرداند و شما را خدای مهربان به راه راست هدایت کند. آمین یا رب العالمین. و این دوغ و شیر و چیزی نباشد. وقتی خاندان شما آمدن، همسایه یا کسی که حاجتمند هست، چی شام است، چی خفتن است، چی پیشین است، شما رد نکنید. همه حالت ده. وقتی که یک برادر حاجتمند نزد شما می آید، کار کنید که حاجت وی برارید. کار کنید که اگر نباشد همون دوغ است، شیر است، نباشد هم با گپ خوب، با معامله خوب وی جواب گردانید. نگوید که بعد شام است. اینها گپ همون زنها هست. این فتواهای همون دروغ و همون بگیم سفسطه و خرافات های دوره پیش است. از این خاطر سفیدی هست، سیاهی هست، چگونه ایش که نباشد. وقتی خاندان تو می آید، همسایه تو، کاری که حاجت وی برآورد. اینا دروغ هستند. السلام علیکم حضرت حاجی مرزا. بعد از سلام این که با این سوال من جواب درست دهید. من استقامت کننده ناحیه مؤمن آباد می باشم و کسیته های شما را برده گوش میکنیم و شکر خدا میکنیم که چنین پیشوا داریم. براستی گپ به شما افتخار داریم. آیا این درست است که نان زنی بی شوهر که در اصل شوهر من فوتیده است خوردن جایز نیست و نمازهای خوانده من را خداوند به درگاهش قبول نمیکند و آن چیزی که من خیر میکنم خداوند قبول نمیکند. با احترام صمیمی مخلص دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد. برادر عزیز، اگر همین زنی که شوهر ندارد و فرزندها دارد و اینها اگر احتیاجمند باشند و اینها با صدقات دهند، صدقات اینها را خدا قبول نمیکند، بلکه اینها در صدقات دادگیشان در نزد خدا عاصی و گناهکار میشوند. کفا بالمرء اثما ان یضعها من یقود، پیغمبر گفته است از روی گناه برای شما ای امت مسلمان همین بسنده هست که
آن چیزی که از رزق روزی کودک‌های شماست و به دیگرها می‌دهید. همین از روی گناه گفت پیغمبر برای شما بسنده است. همین گناه بسنده است که شما را خدا عذاب کند، که اگر آن چیزی که برای فرزند تو احتیاج به او دارد، خوراکی که فرزند تو به او احتیاج دارد، تو وای باز گرفته به مردم تقدیم میکنی. البته کدام زنی به شوهری که یا کدام زنی شوهرداری که اگر از قوت خود زیاد خیر احسان میکند وای در غضب خدا گرفتار میشود. این در نزد خدا هیچ قدر و قیمتی ندارد، زیرا خدا خود در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. من بنده خودم را تکلیف نمیدهم از قوتش زیاد، از قوت زیاد دیگر از بندم تکلیف ندارم. حتی شما اگر همون نان و آبی که در خانه دارین بسنده فرزندهاتون باشد، همراه همونها خورید، این به منزله هست که شما یک دیه را نان دادین. شما صدها آدم چیکار کردین؟ خوراک دادین. وقتی اگر یک کودکی تو از دسترخوان تو سیر میکند. این از عقیده اسلام، این از غمخواری اسلام برای آدمهای فقرا و برای آدمهای غریب. لیکن اگر دستی رسا داشته باشد، شرایط های خوب داشته باشد، اگر یاردم کند با که ندارد بلکه ثواب میگیرد. و نمازهای اینا چرا خدا قبول نمیکند؟ این مسئول است، شوهرت میمرد، فرزندت میمرد، خودت در حالت وزنین هستی، نماز خوان. با مردن شوهر و مردن فرزند نماز از گردن آدم ساقط نمی شود. یا معنای او را ندارد که خدا تو را غضب کرده باشد و نماز تو را خدا قبول نمی کند. نه، بلکه نماز خواندن گیر نماز خدا قبول می کند. لیکن در دادن خیر احسان اولا از خودت، از فرزندهایت، از خیش قومیتت سر کن، بعد بیرون در مرحمت خیر احسان کن. السلام علیکم داملای عزیز. سوال: دختری را نقض میبینم و در فاتحه هم میباشد. او را گفتم که ستر عورت پوشو، به شخصان بیگانه و خیش و تبارت غیر از اکه و دادرت سلام نکن. آیا من حق دارم با این؟ با سوال پرره جواب دهید. البته حق داری برادر عزیز. اگر خدا کند تمام مردها را چنین غیرت اسلامی نصیب بگرداند که کار کنند که در عائله خودش سخن خودش گذر کند، بگذراند. البته وی بغیر اکه و دادر و همون آدم های نزدیک محرم خودش دیگر حق ندارد دست شوی مثال دراز کند، با همسایه سلام کند، با همسینفش سلام کند، با یک شناسش سلام کند. این ده حق ندارد. وی شما پره حق دارین که بالای زن خودتان رئیسی کنین، بالای زن خودتان حکمرانی کنین. دارین این حق، البته به البته. السلام علیکم داملای بی نهایت مهربان و داملای عزیز. خواهر من با من قهری شد برای آن که من نگذاشتم که او فتح پوشد. باز عقیده دارد که از حضرت امیر جان با این لباسش دعا میگیرد. آیا این عقیده حقیقت دارد؟ خواهر تو وقتی همراه تو قهری می شود، وقتی که تو برادر اسلامی هستی، تو غمخوار قرآن و غمخوار مسلمان ها هستی، وقتی بر خواهر خود میگویی که فتح نپوش زیرا فتح لباس مسلمان نیست، وای باز با تو قهری می شود. وای تصور کند وای خواهر که وای با خدا قهری شده است، زیرا که این فتح پوشیدن و برادر وقتی حکم میکند که تو فتح نپوش، این حکم قرآن است، این حکم حدیث های پیغمبر خداست. وای با تو قهری نکرده است، وای با خدا قهری کرده است، وای با پیغمبر خدا قهری کرده است. لیکن خوش به حال تو واری برادر که این چنین غیرت داره که خواهر خدا از پوشیدن فتح من میکنی. این خواهر باز گفته است مادامی که تو قهری هم که باشی، من از حضرت امیر جان رفته دعا میگیرم.
قسم به خدا حضرت امیرجان، ما خاک پای حضرت امیرجان نمیشویم. حضرت امیرجان چنان عالم، چنان فیلسوفی بودن که اونها بیزار بودن از این زنهایی که فتح پوش بودن. اونها بیزار بودن. وقتی این خواهری که با فتح نزد حضرت امیرجان می رود، من باور کن از جانب حضرت امیرجان دعای او را به تو می گویم و می گوید ای خواهر، وقتی تو با این لباسی که خدا نخواست، پیغمبر نخواست، نزد من آمدی، خدا تو را سیاه بخت کند. این دعای حضرت امیرجان است. خدای مهربان میگوید دعا میکند حضرت امیرجان که اصلا تو را فرزند سالم نصیب نگرداند. ای بدبخت، تیزتر از نزد من گم شو. این دعای حضرت امیرجان است. زیرا من پیرو قرآن هستم، من پیرو حدیث های پیغمبر خدا هستم، من پیرو دین یهود نیستم، من پیرو تقلیدهای زنهای غرب نیستم. من مسلمان هستم. من از دیدن این منظره ناخوش می شوم، غضبناک می شوم. خداوند تو را هیچگاه به تخت و به بخت نرساند. این دعای حضرت امیرجان است. خواهری که اگر این چنین عقیده داشته باشد. خواهرای عزیز و برادرای مهربان، ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. چگونه ای که امروز داعی های بدبخت و روسیا، داعی ها، دعوت کننده های از خدا بیخبر، وقتی خواهرهای ما و شما را مبدل به فتح پوشیدن کردند، مبدل با سری لوچ کردند، مبدل به گردنهای لوچ کردند، ما و شما چرا دعوت نکنیم؟ چرا ما و شما خاموش ایستیم؟ چرا اونها غیرت پیدا کردند که این احوال بالای زن مسلمان پیدا کردند؟ چرا ما غیرت نکنیم؟ چرا نگذاریم که دختری ما فتح نپوشد؟ چرا دهانهای ما و شما پوشیده باشد؟ با تمام قوه باید مبارزه بردن در کار، چگونه ای که اونها مبارزه برده ایستادند. او روز اگر تماشا کرده باشین، رئیس جمهور با جوانها برآمد داشت. فکر میکنم همه تماشا کردین، من هم تماشا کردم. رئیس جمهور گفت وقتی سوال از جانب دختر تاجیک کولابی شد، گفت دوست می‌دارم که دختری کولابی چکن داشته باشد و داکه در سر داشته باشد. اینا همه شما شنیدین. وقتی ما و شما زن گرفتیم، اونها چکن داشتند، اونها لطه های بالای سر پوشیده داشتند، اونها را کسی نمیدید. امروز چی شد که این جوانها اینقدر دیوس شدند؟ در پهلو زن با فتح، نیمی بدن برهنه، پسهای پشت برهنه، آستینها کلته، در پهلوی دستی او را قپیده است. تو روس نیستی، تو یهودی نیستی، تو انگلیچن و فرانسوز نیستی، تو مسلمان هستی. ما باید به زنهای غرب تقلید نکنیم. از غرب مرحمت یاد گیرین، کامپیوتر را یاد بگیرین. چگونه ای که پیشرفتی در ترقیات ها کردن، مرحمت در اینش تقلید کنین، لیکن در لباس اونها تقلید نکنین. خواهرای عزیز، پوشیدن لباس قیمت من نیست، پس پرده نشستن من نیست. اسلام نمیگوید پس پرده نشین، اسلام نمیگوید که متریال قیمت نپوش، بلکه بپوش، لکن آستیندار باشد، لکن پیش برش بسته باشد. این است لباس مسلمان. آیا همین قیچی را گرفتن، همین آستین را کلده کردن کار قین است؟ ببینید دیگر زنها خدا برکت چونتیه در شهر وقتی میبینی چی زینت زیبا دارند. اونها نمیتوانند، میتوانند، لیکن ایمان و خدا ترسی و برادرهای مسلمان و پدرهای مسلمان دارند. معلوم میشود که اون خانه خانه با ترتیب بوده است، اون خانه خانه بوده است که اونجا قرآن حکمران بوده است. وقتی که این زنها از آغاز زندگی با این بی‌حیایی، با این بی‌شرمی، با این بی‌اهمیتی، وقتی که آغاز زندگی میکنن، از اینها چگونه مادر اساسی پیدا می شود.
از اینا چگونه فرزندهای سالم و صالح پیدا می شود؟ کی پیدا می شود؟ خدا رحمت کند حضرت محمد اقبال لاهوری را میگوید فطرتی تو جذبه دارد بلند. زنها را میگوید. این پیغمبر خدا میگوید لا تضرب ایما الله. امروز خواهرای ما و شما این قدر قیمت خدا گم کردن. پیغمبر میگوید لا تضرب ایما الله. این مردها هوشیار باشین کنیزک های خدا را نزنین. زنها را خدا کنیزک گفته است. کنیزکی من هستیم. دنیاکم النساء. پیغمبر میگوید بهترین آن چیزی که من از دنیا دوست می‌دارم این زن است. چه قدر داری، چه منزلت داری. صد افسوس که امروز منزلتی خطا، قدری خطا تو گم کردی. فکر میکنی که همون سری لوچ و گردنی لوچ زینت توست. نه، زینت تو نیست. حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید فطرتی تو جذبه دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. ای خواهر عزیز میگوید تو میگن نظر به فاطمه کن، نظر به عایشه کن، نظر به ام گلسون کن، به اینها نظر کن. از اونها میگه حیات یاد بگیر، از اونها شرم و حیا را یاد بگیر. برای چی؟ برای چی از اونها یاد بگیر؟ تا حسین شاخ تو بار آورد، تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. حضرت میگوید برای آن تو پیرو فاطمه شو، برای آن پیرو عایشه شو که مثل فاطمه حسین تو به دنیا بیاری، مثل فاطمه تو حسن به دنیا بیاری. وقتی تو پیرو فاطمه نمیشی، پیرو عایشه نمیشوی، از کجا از تو حسن پیدا میشود؟ از کجا بر تو حسین پیدا میشود؟ از این خاطر خوش به حالت برادر عزیز، هر کدام مسلمان ها، همه شما برادرها، با یک گوش کردن امر معروف و با 5 وقت نمازی که شما در یک روز خواندین، در این حالت شما فکر نکنین که تمام ذمه اسلام از گردن شما برداشته شد، بلکه این وظیفه همه شماست. در خاندان کار کنین تا حد امکان. چگونه ای که امروز مردم غرب حرکت دارد، ما و شما را از راه بیراه کرد، ما و شما هم حرکت کنیم که فرزندها را اسلامی کنیم، فرزندها را نمازخوان کنیم، فرزندها را با ستر با حیا کنیم. این از وظیفه هر یک مسلمان. کردن پدر و مادر 4 حق است. یکی نام خوب ماندن، یکی فرزند را ختنه کردن، یکی پیش یک عالم برده تعلیم اسلام کردن و 4م فرزند خانه‌دار کردن. اینا حق پدر هستند. لیکن امروز این جمعیت، این شرایط، خود همون جوان خود فکر کند. پدر ما و شما در زمان ما و شما را زن دادن میتونست که همه شرایط آماده بود. امروز این پدر و مادر ما و شما باز منتظر ما و شما هستند. ما خود کار کنیم، خود پدر و مادر نان بتیم و بزم این باز خود خانه‌دار شیم. این بهتر است از اینکه که پدر و مادر ما و شما دقت میتیم، پدر و مادر ما و شما مثال حقهای خودمان بالای او میپرتاییم، از این در خدمتشان کنیم، عائله دار شیم، دعاشون بگیریم. این برای ما و شما بهتر است. نگردیم از پسیانی که پدر ما حقدار است که مرا زن بتد بیستیم مطلی او به یگان کار دست رازی نکنیم. اینم خطا هست. السلام علیکم دوستان عزیز. من سوالا را مختصر جواب میگیم، زیرا که به همه سوال ها نمیرسیم. من از شما خواهش میکنم که این سوال من را جواب دهید. ما با یک رفیقم نشسته بودیم. رفیقم ناخونهایش را بریده بخورد. من به او گفتم که برای چی ناخونهایت را میخوری؟ او گفت که من رزقم را زیر پا نمیگذارم. این سوال من را جواب دهید.
البته این ناخونی که ما و شما از ناخونهای پا میگیریم یا دست میگیریم این ریسک نیست، اینا حرام است خوردنشان. مادامی که اگر این ریسک باشه میشاد یا نه. من از شما خواهش دارم که این سوال مرا با پررگی جواب دهید. یک برادر بود است، ممکن که کرتش یا ممکن که میکش بی نماز است و لباس بالاگیش با نماز است. آیا نماز همان شخص جایز می شود؟ نه، جایز نمی شود. خدا در قرآن ما و شما را چی می گوید؟ یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. و ثیابک فطهر. خدا میگه وقتی که تو بالای جای نماز میبرای، ذکر برمن میکنی، لباس ها تا پاکیزه کن، لباس ها تازه باشند، بعد تو ذکر خدا را بکن. اگر در لباس شما در کدامش نباشد، خواه روگیش باشد، خواه تاگیش باشد، بی نماز باشد، نماز شما جایز نمیشود. و فی ثیاب البزلتی، حتی عباره مختصر بین میگوید اگر لباس چیرکین باشد، بوی میکردگی باشد، اون نماز میخواندگی ثواب ندارد. از چیرکش، از بوی لباس هم پرهیز کنید. اگر نجاست آلو باشد یا بی نماز باشد، به طریق اولا نماز ما و شما درست نمیشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. علم شما را خدا باز دوچند گرداند. اول من به بیماری قند مبتلا هستم، در حق من یک دعای شفا کنید. دویم، بعدن آیا تلبنده را دشنام کردن، از خانه پیش کردن گناه نیست؟ این کار را کسی کرد که دستی رسا و با دولت است. برادرایی که به کسل قند مبتلا هستند، علالخصوص در این جمعیت ما، در این محله ما هم و این کسل قند چندین نفرها مبتلا هستند. علالخصوص این سوال دهنده هم طلب شفا کردن، خدا همگیشان شفای کامل و شفای عاجل نصیب روزی بسازد. و این سوالی که کردن، آیا تلبنده را از نزد خانه دشنام داده و از خانه پیش کردن و زمیانی که دستی رسا دارد آیا جایز است یا نه؟ آیا گناه نیست؟ البته گناه است. خدا در سوره والضحی و ما و شما تذکر می دهد و اما السائل فلا تنهر. شما وقتی که تلبنده خانه شما وارد شد، شما بالای تلبنده گپی سخت نگین، یعنی در تلبنده را دشنام نتین، تلبنده را از نزد دروازه پیش نکن، بلکه چیکار کن؟ اگر دست رسا باشد چیزی بر او عطا کن. اگر لباس زیادتی داشته باشی بر او عطا کن تا که لباسی بدنش نو کنه. شرط نیست که تو به همین 10 درم و 20 درم جان تعظمو که از بزم دولتی داشتگید تو خلاص کنی. اگر میتونی جوان مردی کن، خدا دولت بر تو داده است، بهر این داده است که دست یک تلبنده را بگیری، دست یک همسایه را بگیری، دست یک طالب علم بگیری، برای یک برادر یک کتاب بخری، برای همین دولت داده است. دولت برای چی دیگر هست؟ رسول اکرم چی میگوید؟ در این حدیث مبارک میگوید هر وقتایی که اگر متنهای عربیش نمیگم، ابو هریره روایت میکند وقتی که انسان سحر از خواب بیدار میشود، 2 ملائکه بالای خانه همان شخص میفراید. یقول احدهما، یک تای همین ملائکه چی میگوید؟ اللهم اعطی منفقا خلفا. خدایا اگر همین بنده تو خیراندیش باشد، همین بنده تو دست درازی کند، همین بنده تو سخی باشد، خدایا اگر 1 سوم همین بنده صرف کند، در عوضش 700 سومش عطا کن. و یقول الاخر، لیکن ملائکه دویمش چی میگفت است؟ اللهم اعطی ممسکا تلفا. پروردگارا اگر همین بنده ای که دولت دارد، همین بنده ای که سهولت دارد، اگر همین بخیل باشد، دست درازی نکند، تلبنده را از نزد در براند، دست درازی به سوی همسایه نکند، خدایا این ممسک است، این بخیل است، مالی را تلف بده. این دعای ملائکه هست در حق آدمی که بخیل است.
از این خاطر هیچگاه ما و شما بخیلی را پیشه نکنیم. زر و نعمت اکنون بده کان توست. سعدی میگه در بستانش زر و نعمت اکنون بده کان توست، که فردا بیرون ز فرمان توست، که فردا از دست تو میرودی. تو امروز بالای این مال تو سرداری داری، همین روز بته. با دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. بر همین دنیا تو میتونی، بر همین مال و اولاد چیز چارت میتونی که آخرت بخری. تو بخر که فردا پشت دست میگزی دیگر فایدت نمیکنه. برای همین البته این دولتداری هم غنیمت است، این کمبغلی هم خودش یک حالتی است که تیز گذراست. من به شما یک حکمت خدا را میگم، یادم آمد انیس المؤمنین گفتگی کتابی هست. در همون انیس المؤمنین چی میگوید؟ میگوید یک روز مثل همین سوالی برادر کرده است، یک زن با همراه شوهر در پیششان میگد مرغ بریان بود، طعام میخوردن. به ناگاه یک فقیر، یک طلبنده در اونها را کوفت، در اونها را تق تق کرد. اجازت داخلش دادن، داخل شد، آمد نگاه کرد که این زن و این شوهر هر دو در پیش مرغ بریان دارن، خورده ایستادن. زن میگد به جانب اون شوهر چی گفت؟ شوهر گفت این آدم طلبنده است، این فقیر است، چی خوب میشود که همین مرغ پیش او بگذاریم، ما که دولت داریم، سولت داریم، فردا باز میخوریم. شوهر چی گفت؟ شوهر که آدم بخیل بود، آدم تنگ دست بود، گفت این طلبنده را از خانه بیرون کنید. طلبنده را از خانه بیرون کردن. زمانها گذشت، حکمت خداست، چندین سال میگه از بین گذشت. همین مرد ثروتمند دولتش از دستش رفت، فقیر شد، گدا شد. زن که طاقتی بر بیمالی این شوهر نکرد، بر بیدولتی این شوهرش طاقت که نکرد، گفت شوهر مرا طلاق بده. شوهر طلاقش داد. از دست این میگه شوهر بیرون شد، رفت و یک شوهر دیگر میگه در نکاح خود در آورد که او خیلی با دولت بود. روز میگه در همون خانه نشسته بود، همین زن با این شوی نوی با دولتش مرغ بریان میخوردن. بناگاه میگه یک طلبنده داخل شد. طلبنده داخل شد، تق تق کرد، گفت چیزی بر من عطا کنین. این شوهر که آدمی سخی بود، خدا ترس بود، گفت زنه گفت این مرغ بریان برده به دست همین آدم طلبنده بده. برد میگه بالای لالی و در دست همون طلبنده عطا کرد و میگه گریه کرده به پیش شوهرش آمد. شوهر گفت برای چی گریه میکنی؟ برای همین یک مرغی که ما در راه خدا خیر کردیم، برای همین گریه میکنی؟ زن گفت نه، گریه من برای این است که همین شوهر من بود، همون شوهری با دولتی که من داشتم امروز همین نزد من با به دروازه من طلبیدنی آمد. این شوهری نوی با دولتش چی گفت؟ گفت تعجب نکن تو ای زن، همون مردی که در خانه شما طلبندگی در آمده بود همون من بودم، همون من بودم، خانه شما داخل شدم، بر من مرغ ندادین. حکمت خدا را ببین، حکمت خدا را ببین. با دولت مناس، با مهنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. با دولت نازیدن لازم نیست، با فقیری و تنگ دستی نازیدن لازم نیست. برای چی؟ برای فقیری که شما دارین، برای این در هر جا عرض شکایت نکنین. میگد که این هر دو را زود از زوال. اینها زود است که یا دولتدار به دولت می شود یا آدم فقیر به دولت می شود. حضرت سعدی گفتند همین است رسم سرای دروشت، گه پشت زین و گه زین به پشت. این دنیا را قاعدش همین است، گه بالای زین سواری، گه زین در پشت ته است. برای همین هیچگاه هر کسی که پیش ما دست دراز میکند خدا شما را دهنده کند، هیچ وقت گیرنده نکند. شما بتین چیزی دارین عطا کنین، انشاءالله خداوند خیر دولت شما را زیاد میکند. پیغمبر ما و شما به خدا قسم میخورد والذی نفس محمد بیدی،
قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، ما نقص مال عبد بالصدقه. اگر کسی که در راه خدا صدقه میکند، به خدا قسم گفتن محمد که مالی او کم نمی شود، مالی او زیاد می شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. یکی از مخلصان اشدی شما، دو شخص قهری اند. یکی از آنها در مسجد پیش درآید، نماز دیگرش درست می شود. خواهش میکنم که پورتر بفهمونید. دو آدم قهری هست، یکی پیش از یکیش داخل مسجد شود، آیا نمازش که از شخص دیگرش که از پس او میدراید نماز او قبول میشد؟ نماز هر دوش فاسده. برای چی؟ رسول اکرم میگن من کان له کینون فلیس له دینون. کسی که در دین در دلش ذره کینه دارد بر یک برادر مؤمنش، او انسان دین ندارد، ایمان ندارد. شما چرا قهری میکنین؟ برای فرزندت، برای زنت، برای مال دنیا قهری کردی. پیغمبر تو بر تو سفارش میداد که از 3 روز زیاد قهری نکن. اگر از 3 روز زیاد تو با یک برادر مؤمن قهری کردی، کسف که دم میهی مثل که خونی او را تو ریزاندگی هستی. قهری نکنین هیچگاه، زیرا در نماز شما، در روزه شما، در همه عبادت های شما نقص پیدا میشد. این برادر توست، اینم خدا را میپرسته، پیغمبر خدا را امتش است. چگونه تو با او قهری میکنی؟ میلش بی غضب نمیشود. غضب کردین، قهری کردین، تیز با یکدیگر قطعی آشنا شین، باز در پی خدمت یکدیگر شین، نه اینکه سالها با یکدیگر قهری بسین. کسی قهری است چی است؟ حتی شب قدر بین، یک روزه شب قدر عبادتش 84 ساله ثواب دارد. همین شب قدر در محروم است آن شخصی که قهری هستند از ثواب همین شب قدر. همان آدمایی که قهری هستند محروم هستند از ثواب این با نصیب نمی شوند. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما خواهش میکنم که سوالم را با پورگی جواب دهید. در تویها و در نوروزی ها گلبز میگویند، حالا این درست است یا نه؟ گپ های بیشر میگویند. دخترها و پسرها باشن با دقت گوش میکنن. مادامی که خود جواب همین سوال گفته، گلبزم هایی که میشود بین خواهر ما و شما و بین بگیم مردهای بیگانه از کجا صحیح میشود؟ از کجا درست است؟ کجا درست است؟ و این گوش هایی که ما و شما با شنیدن این گلبزم ها حوالش میکنیم، فراموش نکنیم که خدای شما میگد این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. چشم های شما، گوش های شما، تمام اعضای شما در روز قیامت در بالای شما مسئولیت دارند. برای هر یک اعضایی را که در راه خطا تو صرف کردی، برای اینها در نزد خدا جوابگو هستی. هیچگاه جایز نیست و هیچگاه در این معرکه ها اشتراک نکنین، زیرا که البته شما مثل همون شخصایی میشین که در همون معرکه اشتراک میکنن و گناهکار میشوند. داملای شیرین سخن. السلام علیکم. خدا شما را صحت سلامت نگه دارد. شما فخر کلاب ما هستید. ما نیز بنده عاجز و دوستدار شریعت اسلام هستیم. دو سوال دارم. کدام گونه سگها را کشتن در اسلام جایز است و در کیها داشتن سگ جایز است؟ دویم سوال، اسلام چی معنی دارد؟ چگونه سگها را کشتن در اسلام جایز است و برای کدام انسانها سگ در خانه نگه داشتن جایز است؟ پیغمبر ما و شما حدیث های مبارک نویساندم، میگوید لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب و سوره. این ابو هریره ابی طلحه روایت میکند. حضرت میگوید پیغمبر خدا گفت که ملائکه های رحمت در خانه که سگ هست و در خانه که صورت هست داخل نمی شوند.
شما ای مردم مسلمان از خاندانتان صورتهای بی‌معنی را دور کنین. خاندان همه ما و شما به صورتها تبدیل یافته است، خانه جین و شیطان شده است. صورتها را از خانه هاتان دور کنین، صورت پرست هم نشین. و سگه ها هم در خانه بدنش چی هست؟ سبب این است که ملائکه های رحمت در خانه ما و شما داخل نمی شود. برای کیها جایز است؟ رسول اکرم میگه شخصی که اگر رمه داشته باشد، شخصی که اگر زمین داشته باشد، برای پاسبانی زمین، برای پاسبانی رمه و اگر حولی کلان در خانه داشته باشد، برای او انسان هم سگ داشتن گناه نیست. یعنی حولی هایی که ما و شما داریم در اینها سگ نگاه داشتن جایز است، مگر سگ در داخل خانه راه دادن در کار نیست. خانه ای که ما و شما میشینیم، در او طعام میخوریم، در اونجا جای مثال خواب ما و شماست، در همون داخل خانه جایگیر کردن سگ جایز نیست، در حولی باکی ندارد. خب اسلام چی معنا دارد؟ اسلام معناش همین است که در همه امرهای قرآن و سنتهای پیغمبر تسلیم شدن، این اسلام است. اسلام معناش این است که به هیچ کس ضرر نرسان و از هیچ کس ضرر نبین. این اسلام ما و شما چنان دینی هست که در داخلش همه رحم و انصاف جایگیر است. این بهترین دین در روی دنیاست و بهترین دین از جهت آن است که ما و شما در آخرت از حساب همین دین اسلام در نزد خدا چکار میکنیم؟ نجات میابیم. زیرا خدا خود میگه این الدین عند الله الاسلام، و درستی این که دین در نزد من اسلام است. همین اسلام ها ببین که امروز اگر چنده که دشمنان اسلام دین ما را به دین تروریستی و دیگر حواله میکنن، آن کسانی که این سخن نسبت دین ما میگن خود اونها تروریست هستند. چی جای تروریستی دارد دین اسلام؟ در وقتی که امین بایزید بسطامی را ما به شما یک قصه شا بگم، از بسطام حضرت در میانش یک تخم را بست میگد برای در راه خوردن. اسلام آداب شبین، رحم شبین. آمد به شهر حمدان رسید، بین چند صد کیلومتر طی کرد. وقتی که در یک حمدان نشست، خواست که همون تخمی که همراه خداوردگی بود برای استعمال استفاده کند، نگاه کرد که پر مورچه هست. حضرت میگه هم تا پیچون، گفت این مورچه های همون شهر باستان هستند. شهر بستام، همین مورچه ها از شهر بستام آمدگی هستند. این من اگر در شهر حمدان حاضر اگر اینها را من کشاده کنم، اینها همه سرگردان میشوند، اینها را باید شهر خودشان بردن در کار. حضرت پس گشتن بستام آمدن، همون مورچه ها را در شهر خودشان کشادن. ببین این رحم بی انصاف بی اسلام. ببین چگونه دین است. دین ما و شما دینی نصیحت است، دیگر هیچ چیز ندارد. سلام علیکم داملای عزیز. سنی مذهب از شیعه مذهب چی فرق دارد؟ سنی مذهب نیو مذهب ما و شما که اهل سنت و الجماعه هست از شیعه مذهب به چی فرق میکنه؟ هر کسی که جانب قبله نماز میخواند، خدا یکه و یگانه را میشناسد، پیغمبری او را بر حق میداند، همه اونا برادرای ما و شماست. هر جا که یک آدم خداگو باشد، اون برادری ما و شماست. از شیعه مذهب ها در دشمنی کردن، دشمنی خدا کم است، با آنها دشمنی کنیم. میلش اگر چنده که تفاوت دارن، فرقیت دارن، نسبت صحابه پیغمبر ممکن تحقیرای دارن، لیکن برای ما و شما جدا کردن امروز اهل سنت از شیعه هیچ لازم هم نیست و در داخل این موضوع ما و شما هم کارم نکنیم. همین قدر بدانیم که اونا هم برادر ما و شماست، اونا هم غمخوار اسلام هستند، اونا هم چیکار میکنن؟ در راه اسلام خدمت کرده ایستادن. اکثر امروز
تجارت ما و شما از حساب همون مردم شیعه مذهب است. السلام علیکم داملای محترم، با این سوال ها جواب گردانید. بالای سر مرد در وقت جان کندن زنی که یاسین را تواند خواندن مرد نباشد می توان تلقین کند؟ می تواند البته. یعنی مردی که در حالت نزع جان است هیچ کسی نیست که یاسین بالای او بخواند. پیغمبر خدا را حدیث مبارکش است که شما در حالتی که نزع جان می شود یکی از برادر شما یاسین بخوانید. اگر نباشد مردی میتونیم که زنی که اگر یاسین میتواند بیاید تلقین همون مرده کند، باکی ندارد، هیچ جای گناهش نیست. دویم سوال، زن میتواند مرغ را یا حیوان کلان را ذبح کند؟ به طریق اولا میتواند. زن برای زن کشتن مال گناه نیست. همه زنها میتونند کدام نماد حیوانی نباشد ذبح کنند. فقط برای ذبح چی لازم است؟ کاردی تیز باشد و بسم الله الله اکبر. بس از خواه مرد از خواه زن است میتواند کدام حیوانی نباشد البته ذبح کند. زن شد گناهکار میشود. سلام علیکم داملا، خواهش التماس دارم درباره جادوگرها گپ زنید تا مردم ملا را از جادوگر فرق کنند که این جادوگرها دین اسلام را سیاه کرده خودشان را ملا مینامند. آنها یگان آدم را به اسلام به نماز دعوت نمیکنند. خیلی مادام همت باشد دیگر چی جای شهر دادن شد؟ وقتی که به ما و شما را به نماز دعوت نکنند، ما و شما را به مثال اسلام دعوت نکنند و خودشان هم ملا بگیرند، در صورتی که فالبین جادوگر باشند و ملا هم نیست جادوگر هم نیست. فقط شما یک کلمه را فراموش نکنید. وقتی که در یگان جای یگان کسی را جادوگری میکند بگین جادوگری کرد ملاگی کرد. نه، این ملاگی از جادوگری فرق دارد. این جادوگر هم در دنیا و هم در آخرت روش سیاه است. اون نه ملا است نه جادو از دستش می آید. السلام علیکم داملای عزیز، به همین سوال من جواب دهید. به حاجتخانه بی‌طاقی در آمدن اوبال است؟ من به حاجتخانه در آمدم، مرا یک ملا جنگ کرد که بی‌طاقی نداره. راست میگه. در یکی از فتواها ما به چشم خود دیدیم که داخل حاجتخانه انسان باید که سر لوچ داخل نشود، زیرا که حاجتخانه خود مکان جین هست و جین عادت همین است که هر جایی که اگر یک یعنی بدن لوچ بیابد حتمی در اونجا زلال میرساند. از این خاطر این صاحب کتاب هم به ما و شما گفتن که داخل حاجتخانه که شدین شما اول پای خودت در نزد در همون حاجتخانه یعنی شرفه بتین تا که هر چیزی که باشد از حاجتخانه دور شود. و اللهم اینا نعوذ بک من الخبث والخبائث. خدایا از این نجاستی که مرا آزار میدهد خدایا این را از بدن من دور بساز گفته با همین قدم پای چپ داخل چی شو؟ حاجتخانه شو و سر خطا بپوشان. این بهتر است برای که ضرر جین به تو نرسد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملا عزیز، من از شما همین را پرسیدنیم. ملت پرستی چگونه هست در قیامت؟ ملت پرستی را چگونه سزاوار است؟ ملت پرستی در اسلام ما و شما نیست. این خدای ما و شما همه وقت ندا میکند یا ایها الناس، ای مردم گفته خداوند به طرف ما و شما مراجعت میکند. ملت در اسلام هیچ اهمیتی ندارد. خواه تاجیک است، خواه عرب است، خواه روس است، خواه امریکایی است، کسی نباشد اگر ایمانی بر خدا و ایمانی به قرآن داشته باشد او برادر ما و شماست. ملت در اسلام هیچ اهمیت ندارد. من ندانم، لاهوری میگوید من ندانم مرز و بومش از کجاست. رسول اکرم میگه من ندانم مرز و بومش از کجاست، این قدر دانم که با ما آشناست. من از کجا میدانم که رسول اکرم کجاگی است؟ برای من چی لازم؟ همین قدر میدانم که او آشنای ماست، او شفاعت کننده ماست. برای ما خواه ملت عرب است، خواه ملت تاجیک است،
اگر دین نداشته باشد او برادر ما نیست. السلام علیکم داملای شیرین زبان. آیا چنین طلاق درست است؟ وقتی که زن حامله‌دار باشد و در بستر بیماری خواب باشد و شوهر با عصبانیت و با مجبوری والدین او را به یگان شاهد 3 طلاق میکند و زن با او سوال و جوابی نمیدهد، مرد از بیمارخانه برآمده میرود. یعنی یک مرد بوده است زنش در بیمارخانه خواب بوده است، پدر و مادرش مجبور کردن که همان زن طلاق کن. این جوان رفته است به حضور شاهد زن طلاق کرده است. البته طلاق می شود. در طلاق کردن شاهد شرط نیست، در نکاح کردن شاهد شرط است، لیکن در طلاق کردن شاهد شرط نیست. حتی اگر تو میتونی که به خط بنویسی که مثال با عائله خودت که من تو را 3 طلاق کردم، طلاق می شود. برای این در طلاق کردن هیچ وقت کوشش نکنید، سراسیمه نشین. طلاق کردن بسیار یک کار ناخوبی هست. رسول اکرم میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق، بدترین حلال ها به سوی خدا این طلاق است. هیچگاه طلاق نکنین. در طلاق کردن عرش الهی میگه در جنبش میدراید. هیچگاه هیچ پدر مادر توصیه به طلاق نتین تا حد امکان. امروز ببین طلاق میتن، فردا میبینی که حاضر شدن پشیمان شدیم، نفهمیدیم، بعد از پی فتوا کاوی میشوند، بعد دیگر ملاکاوی میشود. چی لازم یک زندگی حلالی خطا و زندگی حرام چکار میکنی؟ البته آلوده میکنی. هیچ وقت به طلاق کردن شما سراسیمه نشین. یک سوال دیگر جواب میگیم به همین. السلام علیکم داملا. مرد به طلاق زن قسم خورد، گفت من به زنم خانه‌داری نکنم. به 3 طلاق زن قسم خورد. زن حیض دید. اگر به قسم میخوری که زنم 3 طلاق فلان کار نکردم، در اصل کرده باشید، زن طلاق شده است. فرق ندارد. شما به زن طلاق قسم که خوردین، زنتون طلاق میشود. او چی لازم؟ قسم دیگر نیست، فقط باید همین زن طلاق ما و شما قسم بخوریم. فرق ندارد. او حیض میبیند، او زن حامله دار است، او زن بچه میزاید، یا 2 بچه میکند یا 3 بچه میکند، چند تایی بکند، طلاق است. لفظ طلاق گفتی زن طلاق میشود. دیگری بچه کردن او، حامله دار بدن او، حیض دیدن او، اینا هیچ به لفظ صریحی که از زبان ما و شما میبراید هیچ دیگر تاثیر ندارد. باز تاکید میکنم که دور باشین، طلاق نکنین. تا حد امکان غضب کنین. اگر یکی مبادا یگان کار یگان مهماتی برآمد، میلش یگان غضب و یگان کار مثال یگان آداب است، ادب دادن است، یا یگان کار دیگر پیشه کنین، لکن طلاق نتین تا حد امکان. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر بسازد. از ثواب و ثمره این امر معروف و نهی از منکر خدایا نامه اعمال ما و شما را پر از ثواب بسازد. مرادها و مطلوبهایی که در دل دارین خدای با فضل کرم خودش برآورده خیر بسازد. این برادری که در اینجا خیر کرده با امید آنی که در حق مادرشان دعا کنین، خدا مادرش رحمت مغفرت گوش پر نور بسازد و فرزنداش خدا عمر دراز با برکاتی با توفیق نصیب روزی بسازد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. خیر احسان هایی که در اینجا شده است اینها را خدای مهربان به درگاهت مقبول بسازی و ماه مولود پیغمبر خداست. این بندگان خیر احسان کردگی را خدایا به شفاعت پیغمبرت موفق بسازی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله. شما السلام علیکم و رحمت الله میگویید. یعنی سلام البته بعد امام شما هم سلام میدهید. لفظ سلام شما هم تکرار میکنید. شخصانی که در خانه خود مگنیتوفون بلند کرده همسایه را آزار میدهند، آیا از روی اسلام است؟ نه، از روی اسلام نیست، بلکه آدم البته گناهگار میشود. ما در این باب صحبت داشتیم
که در خانه هایی که مگنیتوفون ها بلند کردگی هست و آزار همسایه می شود، اینش باز گناه دویم درجهش است. گناه یکم درجهش این است که تو از رحمت خدا دور می شوی. بهترین صورت همین است که این مگنیتوفون هایی که در خانه داریم، در اینها شما کسیته های امر معروف اگذارید. در این مگنیتوفون ها شما صدای قرآن اگذارید، تا که در خانه های شما اگرچه خودت نمیخوانی قرآن، اگرچه وقت قرآن خوانی نداری، اقلا همون تلاوت قرآن در خانه صدا دهد. انشاءالله برکت می شود، نور می شود و تمام جین و تمام آن چیزی که ضرر رسان است، همه اینها از صدای قرآن می گریزند. که وقتی که شما مگنیتوفون با تمام آواز بلند میکنین که حتی که معنای همون سرود شما نمیفهمید، فقط همین یک گروم 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 بست خلاص، در این حالت شما دعوت میکنید، بلا را دعوت میکنید به سوی خانتون. السلام علیکم. یک روز از بازار همین سامانی گذر داشتم، خرید کرده ایستاده بودم. باور کنین یک بیت در همون کسیت صدا میداد. خوب بدبخت بود است همون حافظ. کدام بدبختی روسیایی بود است، چنان یک گپ‌های بی شرمی بی حیانه در داخل همین ثبتش وجود دارد. باز تمام آن کسانی که در اطراف همون حافظ جمع شدگی است، همه اونها با تمام آواز با دستگیری کردیستند. باور کنید وای ما تلفظ کردن نمیتونم. بی نهایت گپی قبیح. انا همین گونه کسیته ها در خانه ما و شما صدا میدهد. این صورت های یهودی هایی که هر روز شکار مسلمان میکنند که بالای خانه ما و شما قرار دارند، اینهاش کفایت نکرده بود که باز این صداهای خیلی ناخوبه در خاندان ما و شما صدا میدهند. خانه مسلمان، خانه آدم مسلمان باید که چی داشته باشد؟ خانه آدم مسلمان باید که صورت کعبه داشته باشد. در خانه آدم مسلمان باید که سوره آیت الکرسی باشد. در خانه آدم مسلمان باید که قرآن از بالای جیودان رهبری خانه گذاشته شدگی باشد. نه صورت این اکتیارها و این بازینگرهایی که در کیناها ما و شما میبینیم که اونها در دوام همین 3 ساعتی که کینا می رود یا 2 ساعتی که کینا می رود با چندین زن در همون داخل کینا علاقه زنا میکنند. همونها را با ما و شما بالای خانه جا کردیم. باور کنین از این در بدبختی نیست. باور که حیا انسان باید شرم کند که نخواد در خانه مسلمان صورت کافر باید که گذاشتگی باشد. کنی شما یک گذر کنین همین دولت های کفر رفته و تماشا کنین در کدام خانه کافر قرآن است، در کدام خانه کافر صورت کعبه گذاشتگی است، در کدام خانه کافر سوره آیت الکرسی گذاشتگی است. چرا ما تقلیدی اونها میکنیم؟ چرا آنها تقلیدی ما نمیکنند؟ چرا ما لباسی اونها را میپوشیم؟ چرا اونها لباسی ما را نمیپوشند؟ اینا را شما خودتان مقایسه کنین. السلام علیکم محترم داملا، من از شما خواهش میکنم که درباره بعضا عرف و عادت‌هایی که تا حال در بین مردم ما وجود دارند و مثل در جنازه ها ارتش دادن، هفته، چیلم، 6 ماهگی و غیره روشنی اندازید و تا کدام اندازه درستی این را شرح دهید. شاید با این سوال ها شما بارها جواب داده باشید، تکرار هم شود، التماس بار دیگر مفصل تر فهمانید. در محله ما اگر با جنازه خانهای قطاری 1 سامانی دهند و حاجیان 5 سامانی می دهند، آیا این درست است؟ با احترام یکی از مخلصان شما. برادر عزیز، وقتی که همون حاجی یا داملایی که در همون معرکه جنازه اشتراک میکند، وقتی که برای او تو چی 5 سامانی میدهی چی 10 سامانی میدهی، این تو به یک نیت صدقات میدهی، اون کس ایره رد نمیکند، او را قبول میکند. لیکن من ندیدم هیچ حاجی و هیچ داملایی را که وای طلب کند که مرا 5 سامانی ده یا مرا 10 سامانی ده. من ندیدم تا حال و نشنیدم.
وقتی که اونها را 5 سامانی دادین، 10 سامانی دادین برای همون خوشنودی ارواحاتان یا برای یک ختم قرآن کردن، دیگر بعد مذمتشان نکنین که من شما را 5 سامانی دادم یا 10 سامانی دادم، بلکه دادین با او کس وظیفه‌دار کنین که در حق پدر و مادر من دعا کن، وای خیر می شود، وای ضرر ندارد. لیکن در باب 40 و 6 ماهگی و سال و هفته و امروز 20 روزگی هم برآمد است و 60 روزگی هم برآمد است و باز 2 سالگی قید میکنیم، 3 سالگی قید میکنیم، اینها برآمدن. اینها را باز من تکرار میکنم که اینها از اسلام نیستند. در یگان احادیث های پیغمبر خدا نگذشته است که خواه پیغمبر خواه اصحاب او را 3 بیگینه نکرده باشند یا 7 داده باشند یا 40 داده باشند یا دیگر معرکه هایی که هستند. اینها عرف و عادت هایی هستند که در بین ما و شما اینها را دشمنان اسلام پیدا کردند، برای شکستن اقتصاد مسلمان همینها را برآوردند. امروز اقتصاد ما را شکستند. باور کنین ما هیچ کداممان بای شده نمیتوانیم، برای که شکر خدا 10 تا فرزند داریم، 10 فرزند داریم. اگر هر کدام اوس 1 سال پس از دنیا گذرند، اینقدر معرکه‌ای که ما و شما میگذرانیم حساب کنین چند هزار دلار را تشکیل میدهد. باور کنین همین 6 ماهگی و 40 و همین نان معرکه هایی که برآمده است، همین ها چنان در بین ما و شما یک عمل خیلی زشتی دیگر را پیدا کردند. چه عملی زشت است؟ پدر و مادر را دوست داشتن این فرض است. پدر و مادر دوست داشتن فرض است، لیکن وقتی پدر و مادر بیمار می شود ما دیگر از مردنش فراموش کردگیم، مردنش در میلش راضی هستیم، لیکن از معرکش می ترسیم. دیگر هیچ غمگین نیستیم که پدرمان هم گذشت میلش گذرد، مادرم هم گذشت میلش گذرد، لیکن معرکه ای را چه خیلی می کرده باشید. اینقدر مبلغ از کجا من میافته باشم؟ باور که من در فکر دیگر محبت پدر مادر نیستیم، فقط همین در خیال ما فقط نان معرکش میگذره. از خانه بیرون برآمده نمیتوانیم، هیچ جا استراحت کرده نمیتوانیم. تمام در راحت برای آدم مسلمان بسته شده است. برای مبلغ نداریم دیگر. یک کتاب برای تبلیغ خریده نمیتوانیم. 4 سومی که میابیم پس انداز کردیم برای پدر و مادر من مرده شد. نیست دیگر، ماندیم. چیکار کنیم؟ امروز باید که همه اتفاق شود. اقلاً کمی از اینها را از بین بیرون کنیم. اقلاً 3 بیگینش نابود کنیم. اقلاً همین 40 و 20 و 6 ماهه و دیگرش دور کنیم. کدام از انسانی که نان معرکه میکند وقتی خاندانش میروی باور کنید فقط گپش همین است. بسیار مشکل من آمد، بسیار مشکل من آمد، بسیار زور من آمد. حتی که دست به قرضم زدن، از کجا خیر احسان می شود؟ به قرض خیر احسان کردگی ده باور که همون خوردگی آدم گناهگار می شود خودش. هفته ما تمام کردیم تا آخری سال پنجشنبگی. امروز چنان با بیرحم میشیدیم که از 10 نفر و 15 نفر در خانه ها کم نیستند. 3 طبق 4 طبق هر روز پنجشنبه. دیگر در این بابت باور کنید من هیچ صحبت کردم نمیتوانم. اینا فقط باید که همبستگی باشد، چه از طرف وکیل محله، چه از طرف همون نظارتچی که در محله از طرف کارگرای ارگان‌های داخلی وابسته هستند. یعنی همه کسا اگر به این مبارزه بریم انشاءالله ما این را از بین نابود میکنیم. لیکن برای نابود کردنش بعضی از برادرها شاید که خفه هم شوند. خفه هم که شوند اسلام دستورش این نیست. خداوند در قرآن میگوید و ما یعمل مثقال ذره خیرا یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره.
خیر احسان دستت میرسد، من زید نیستم. در حق پدر مادرت خیر احسان کن. باز همسایه ها تا دستگیری کن برای روحانیت پدر مادرت. خب این زلالی ندارد. یعنی خیر احسان ما طبق عقیده ای که ما داریم بر روحانیت پدر مادر میرسد. خیر احسانی که میکنیم اگر یک سامانی هم که باشد به روح پدر مادر ما و شما میرسد، لیکن با شرطی که ما شرایط داشته باشیم، با شرطی که دستمان رسد. خداوند میگوید که کدام شما از در دنیا اگر ذره با یک مقدار یک ذره عملی نیک داشته باشین در نزد من پاداشی نیک داده میشوین، اگر ذره از بدی داشته باشین در نزد من پاداشی بد و جزای بد منتظر شوید. یعنی کسی که در دنیا چیزی که میکند عاقبت حاصل شد در نزد خدا میدرود و میگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و رحمت باد بر تو عالم شیرین زبان و شیرین گفتار. سوال ما با شما همین است که ما حالا جوان هستیم، لیکن یک خصلت داریم که اگر در محلمون معرکه توی عروسی برپا شود، سر راه را گرفته از داماد یعنی از شاه بچه شهتاز گفته پول طلب میکنیم. آیا شهتاز در اسلام هست یا نه؟ برادرای اسلامی، جوانهایی که باور کنین شما مثل یک بهترین گل در داخل مسجد هستین. خوش به حال شما که در جوانی شما توبه کردین، در جوانی به سوی خدا رجوع کردین، در جوانی قدم های شما به سوی مسجد است. خوش به حال تو، خوش به حال همه شما جوان ها. لیکن عمل های هست که باز این کردارهای نیک شما را نابود میکنند. از آن جمله نمی شهتاز. شهتاز از اسلام نیست، این بلکه تله و تاراج کردن است. یعنی وقتی که همون داماد وقتی که با محله شما قدم میزند تا جایی که اون محله را خرسندی باشد که از محله ما یک عروسی را یک دختری را میبرند، یعنی بروقتر میبرند تا که آینده اگر این دختر میایستاد شاید که فسادی این محله ما میشد. امروز خدا را شکر که این از محله ما با یک خرسندی البته گسیل شده ایستاده است. برای این باید که شما شکرانه کنید. یکی وقتی که مردمی که از طرف شه آمدگی هستند شما شهتاز طلب میکنین، این مثل که در راه یک کس میقپی و پول و مالش از جیبش کشیده میگیری. وای راضی نیست که به تو یگان چیزی دهد، تو مجبور میکنی تا اگر مرا 20 سوم ندی یا 40 سوم ندهی من راه را برای تو کشاده نمیکنم. این حرام است. این پول برای شما، این تله و تاراج کردن، یک غصب کردن است. برای همین به این هیچ وقت جوانها راه نتین. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، التماس میکنم به سوال من جواب گردانی. یک شخص با من گفت که در دنیا خوش روی ترین یوسف است، پسر حضرت یعقوب. التماس میکنم سوال را پر فهمانی. او با ما گفت 99% خوشرویی را حضرت یوسف دارد و یک حصه او را در تمام بنده های مؤمن خداوند تقسیم کرده است. حق است. حضرت یوسف به نهایت زیبا بودند، به نهایت حسن و جمال داشتند. رسول اکرم گفتند من در آسمان چهارم با یوسف رو پرو شدم شب معراج. چنان زینت داشتند، چنان زینت داشتند. وقتی که در اصحابش این حکایت کرد که هیچ وصفی او را کردن ناممکن است. حتی در قرآن هم قصه یوسف میگذرد که زنهای مصر وقتی که یوسف دیدن در پیش خود همون سبزواتی داشتن برای ریزه کردن، حسن یوسف چنان به اونها غلبه کرد که دستهای خود بریدن و درکدار نشدن. دستهای خود خونشار کردن، درکدار نشدن، زیرا که حسن یوسف دیدگی آدم یعنی تماما از هوش میرفت. لیکن یکی از حدیث های پیغمبر خدا یکی از صحابه ها میگوید روز من مهمان پیغمبر بودم.
شبی میگد 14 ماه بود میگد، یعنی شب 14 ماه چقدر روشن از زیبا هست. میگد من در پهلوی پیغمبر خدا نشسته بودم، پیغمبر میگد صحبت داشت، یعنی پیغمبر ما و شما. میگوید در همون خانه ای که نشسته بودیم نور پیغمبر خدا میگد همون خانه را فرا گرفته بود. همین صحابه پیغمبر میگوید قسم به خدا میگوید من گاه میگد مهتاب نگاه میکردم روشنیشه، گاه میگد چهره پیغمبر خدا را به خدا قسم که چهره پیغمبر میگه از مهتاب دیده روشنتر بود. یعنی پیغمبر ما و شما از مهتاب هم دیده روشنتر بودن. یعنی حسن رسول اکرم از حسن یوسف هم دیده بالاتر بودن. السلام علیکم بابای حاجی مرزا جان، ما خواهش داریم از زبان شما شنویم جواب سوال را ساده کرده به ما فهمونید. مردکی که قاشش را میتراشد گناهکار میشود یا نه؟ این ابله از کسی قاش را میتراشد؟ نخواه مرد قاش تراشد. مرد است. قاش تراشی، قاش چیندن چگونه ای که ما از حدیث پیغمبر خدا به شما رسانیده بودم که 4 طایفه را پیغمبر خدا لعنت کرده بود که یک تای همون کی هست؟ زنهایی که قاشهای خدا باریک میکنند و کسانی که با این قاش باریک کردن با متخصصند، از حساب همین قاش چیندن اونها پول میگیرن، مال میگیرن. دیگرش زنهایی بودن که دندانهای خدا باریک میکردن، دیگرش زنهایی بودن که چهره‌های خودشان در خال میگذاشتند، دیگرش زنهایی بودن که مویهای علمه میکردند. پیغمبر خدا گفت که اینها در حسن خدا دادگی تغییر در آوردن، تغییرات در آوردن. این قسم شیطان بود که قسم به عظمتی تو ای خداوند من در چهره این فرزند آدم تغییرات می درآورم. همین گمان شیطان حق برآمد. امروز زنها را تماشا کنین، قاشها باریک کردگی هستند، مویهای علمه دارند، خالها میگذارند، دندانهای باریک دارند. اینها را پیغمبر خدا لعنت کرد. اگر مبادای مردهایی که امروز اگر این استفاده کنند، اینها هم در لعنت خداوند داخل می شوند.